خیلی ها به من میگن چرا ترفند نمیذاری؟ چشم، من الان یه ترفند خیلی خوب براتون میذارم. من چون حقیقت درگیر مغازم خیلی وقت نمیشه بخوام بذارم. الان یه چیز میذارم که به دردتون بخوره. دوستان، برای کسای این پست که خیلی درگیر باتری آیفونن، اول اینکه من بهتون بگم دوستان، باتری یه چیز مصرفیه. شما در بهترین حالت بعد از 2.5 سال استفاده از گوشی آیفونتون، 3 سال نهایت، باید باتریشو عوض کنید. ولی خب خیلی ها حساسن. شما میای روی لپتاپ نرم افزار تریو تولز رو نصب میکنین. این نرم افزار بهترین نرم افزار برای اینکه شما آیفونتو چک کنید. دوستان اینجا یه درصد شارژ داره، نمیدونم واضح میبینین یا نه. شارژ تایم داره و یه باتری لایف داره. شارژ تایم یعنی تعداد دفعاتی که این گوشی شارژ شده. تعداد دفعاتش 191 باره. یعنی شما فرض کنید این گوشی 200 روز 300 روز کار کرده، 1 سال اصلا کار کرده و باتریش 94%. این عادیه دوستان. یعنی یه گوشی وقتی 1 سال کار میکنه باتریش باید بیاد پایین. اما یه وقت شما یه گوشی رو نصب میکنی، وصل میکنی به این نرم افزاره و میبینید تعداد دفعات شارژ تایمش مثلا 700 باره، بعد گوشی باتریش 95. این شک نکن که باتریش عوض شده، یعنی مطمئن باش که باتریش عوض شده. این الان مال همین آیفون قبلی است. کسایی که خیلی دنبال سلامت باتریان این کار رو میتونن انجام بدن. ولی خب در هر صورت زیاد روی باتری شما وسواس نداشته باشین، چون بعد از 1-2 سال شما مجبورین عوضش کنین. در خدمتم، ان شاءالله به دردتون بخوره.